این منم شکیبا، 25 سالمه، حسابداری خوندم ولی عاشق کارهای هنریم و اطلاعات زیادی توی این مورد دارم. بذار بیشتر از خودم برات بگم. از بچگی ورزش‌های خیلی زیادی امتحان کردم، اما بیلیارد عشق واقعی منه. دیوونه این ورزشم و میشه گفت نسبتاً هم حرفه‌ایم. و الان در حال حاضر یه آنلاین شاپ شمع‌سازی دارم. این کاکتوس‌های دلبری که اینجا میبینید همشون شمعن. نگاه کن چقدر خوشگلن. و از اتاقم به عنوان کارگاه استفاده میکنم. بیا بهت نشون بدم اتاقم چجوریه. این فضایی که میبینید، کتابخونه ها، کل این قفسه ها همشون کاری خودمه. میبینید چقدر با عشق ساختمشون. و یکی از چیزایی که من دیوونه بار بهش اعتیاد دارم کتاب خوندنه. عاشق کتابای فانتزی. آره، ژانر مورد علاقه من کتابای فانتزی عاشقونه و معماییه. یکی از کارهای دیگه که من واقعا عاشقشم مکرمه بافیه. همونطور که میبینید خیلی حس آرام بخشی داره و اگه شما هم دلتون بخواد میتونم بهتون یادش بدم. از اونجایی که طبیعت رو خیلی دوست داشتم گوهرتراشی رو یاد گرفتم و اینم از لابرادوریت زیبایی که درست کردم. من حیوونا رو خیلی دوست دارم و حیوان خونگی مورد علاقه‌ام گربه هاست. من درونگرم، اما وقت گذراندن با دوستام چیزی که حسابی منو سرحال میکنه و حالمو خوب میکنه و با دستام میتونم سیبو از وسط دونست کنم. خلاصه اینکه تجربه خاصی ندارم ولی دلم میخواد چیزای جدیدی ازتون یاد بگیرم. خیلی ممنون میشم که همراهم باشین و همچنین دلم میخواست اینو بگم سابسکرایب یادتون نره.